آقا باز ما داشتیم داخل مصر باستان میگشتیم که یهو چشمم خورد به یک قلعه خیلی بزرگ که از اون قلعه قبلی هم خفن‌تر و بهتر بود و گفتم بریم داخلش، این چه رازی داخل خودش داره. همینجوری داشتیم میرفتیم یهو رفتم سمت چپ، حالا اسکلتی بود و اون رو رد کردم با تیرکمونش منتظم و یه لاپله دیدم و گفتم ولش کن خیالش برو، ولی گفتم نه صبر کن تو باید بری به اون لاپله، شاید یه راز عجیبی باشه. پس رفتم پایین و رفتم و دیدم بله اونجا یه غار عجیبه. حالا اون غارم ادامه دادم پر از مشعل بود، معلوم بود که قبلا یکی اینجا اومده بوده و من بازم رفتم یه لاپله پایین دیدم، رفتم پایین تر، حالا چند تا ما بود اونا هم زدم و دیدم بله یه کشتی که از داخل یه دروازه عجیب اومده، داخل یه پورتال و اون پورتاله هنوز کار میکرد و من رفتم ببینم این کشتی از کجا اومده و رفتم داخل پورتالش خورده عجیب بود با پورتالای دیگه، ولی رفتم داخلش و برخورد کردم به چیز عجیب